کفنی. هنگامی که مرگ بر نوح نبی نازل شد، او 950 سال در میان قوم خود زندگی کرده بود و شب و روز قومش را به ایمان دعوت می کرد. نوح علیه السلام گفت: من شب و روز آنها را به ایمان دعوت کردم، اما دعوتهای من موجب چیزی جز گریختن آنها از من نشد و هرچه نزد تو بیشتر برایشان دعا و طلب مغفرت می کردم، آنها انگشتشان را در گوششان می گذاشتند و از من فرار می کردند. آن حضرت در دعوت کردن قومش هیچ کوتاهی نکرد. با این حال کسی به او ایمان نیاورد جز عده‌ای اندک. نوح در دعا به خدا فرمود که من شکست خوردم. ما نیز درهای آسمان را به بارانی تند و رگبار بگشودیم و زمین را به صورت چشمه‌های جوشان بشکافتیم و در میان موج‌هایی همانند کوه آنها را می‌برد.